به نام خدا. سلام خدمت دانش آموزان عزیز، امیدوارم که بچه‌ها حالتون خوب باشه. خب در ادامه سوالاتی که ما قراره برای شما حل کنیم و تو کانال قرار بدیم، از آزمون 14 اردیبهشت خیلی سبز سوالات پایه دهم حل کردیم. 3 تا مسئله خیلی خوشگل و جالب از پایه 11 مبحث ترمودینامیک و سینتیک میخوام تو این ویدیو براتون حل کنم و انشاءالله در ویدیوهای بعدی هم میریم سراغ مباحث پایه 12. دقت کنید بچه هایی که دارید میخونید برای کنکور، اگر که این 1-2 ماهی رو از دست دادید بچه ها اصلا نگران نباشید، همیشه فرصت هست. خیلی از کسایی که رتبه‌ای برتر آوردن در واقع به طور جدی از مهر ماه شروع کردن، بنابراین نگران این تایم که از دست دادید نباشید. همین که به خودتون تلقین میکنید زمان گذشت این برای شما یک اضطراب ایجاد میکنه و نمیتونید درست درس بخونید. به هیچ چیزی فکر نکنید، اگر تا الان درس نخوندید فقط شروع کنید به درس خوندن. خب بریم سراغ این سوالا. سوال 109 از مبحث ترمودینامیک یا گرما گفته آنتالپی سوختن کامل یک ترکیب عالی با فرمول CnH2nO برابر 3000 کیلوژول بر مول است. اگر گرمای آزاد شده از سوختن 2.58 گرم از آن 90 کیلوژول باشد، این فرمول مولکولی را به چند کتون متفاوت میتوان نسبت داد. آقا نگاه کنید، اینجا دقت کنید، اینجا یک ترکیب عالی داریم با این فرمول. شما بچه‌ها کاری که باید بکنید برای اینکه بدونید چند تا کتون مختلف با این فرمول میشه رسم کرد، باید انو به دست بیارید. یعنی ابتدای به ساکن شما نیاز دارید فرمول مولکولی این ترکیب رو محاسبه کنید. حالا من چجوری این کار انجام بدم؟ دقت کنید، من میام یک تناسب میبندم. ببینید بچه‌ها، یه خط تناسب اینجا میکشم. چجوری ان رو به دست میارم؟ میگم آقا خود سوال گفته آنتالپی سوختن 3000 کیلوژول بر مول، یعنی اگر 1 مول بسوزد 3000 کیلوژول انرژی آزاد میشه. این از این. برای قسمت دوم تناسب سوال گفته 2.58 گرم از این ترکیب اگه بسوزه 90 کیلوژول گرما آزاد میشه. خب آقا شما میدونید وقتی جرم رو داد اگر تقسیم بر جرم مولی کنید میشه 90 کیلوژول دیگه. پس اگر 2.58 تقسیم بر m که میشه مول بسوزه 90 کیلوژول انرژی آزاد میشه. حالا این از این تناسب شما m رو به دست بیارید، برابر میشه با جرمولی این ترکیب. چجوری به دست میارم؟ ببینید صفر بالا با صفر 90 میره، 3 به 3 مرتبه، اینم میشه 9 مرتبه، میشه 3 مرتبه. عذر میخوام، یه طرف این وسط این کنید، 3 در 1 میشه 3. یک صدمون که اون بالا داشتید در 2.58 ضرب بشه میشه 258 امم. دوباره به این مخرج یک بدید، یک طرف این وسط این ساده 3 تا m میشه 258. از اینجا m رو اگر حساب کنید چند میشه؟ 258 3 تا 80 تا که میشه عرضم بزرگتون 24 تا میشه 86. پس جرم مولی این ترکیب یا جرم این ترکیب شما میشه 86. خب ببینید در این ترکیب در ساختار شما چند تا کربن دارید؟ n تا کربن. هر یه دونه کربن 12 جرم مولیش، پس 12 n کربن دارید به علاوه 2 تا n هیدروژن دارید که هر هیدروژن یکه، میشه 2n در 1 میشه 2n تا هیدروژن دارید. یه دونه هم اکسیژن داریم که جرم مولی 16. کل اینا شده 86. خب من این 16 رو میبرم اون ور از 86 کم میکنم، این دوتا رو با هم جمع میکنم، 14 n من میشه 70. از اینجا من n رو بخوام حساب کنم باید 70 رو تقسیم بر چی بکنم؟ 70 رو تقسیم بر 14 بکنم. n من میشه چند؟ اگر که دقت کنید اینجا 70 رو تقسیم بر 14 کنید میشه 5 دیگه. 5 تا 50 تا 54 تا 20 تا. n شما میشه 5. یعنی شما در ساختار این فرمولتون n تون چنده؟ 5. پس میشه 35 h تو برابرش 10، اینم o. پس این شد ساختار ترکیب شما. حالا گفته با این ما چند تا کتون میتونیم رسم کنیم. آقا نگاه کنید، گروه عاملی کتون چی بود؟ یک کربن اکسیژن دوگانه که این کربن از دو سمت به چی؟ به دو تا کربن دیگه متصل باشه. ما به این میگیم چی؟ ما به این میگیم کتون. حالا من اگه بخوام ساختار کتونا رو رسم کنم، بچه‌ها ببینید اولا حلقوی که نمیتونه باشه. چرا؟ چون هیدروژن‌ها 2 برابر کربونه. این فرمول کتون‌های خطیه. خب نگاه کنید، پس هم 5 تا کربن، 1 2 تا 3 تا 4 تا، این هم میشه 5 تا. حالا من اگه این پیوند دوگانه رو بچه‌ها ابتدا و انتها بذارم، سمت چپ من میشه هیدروژن. خب حالا اینجا نمیافته تو تصویر، میشه هیدروژن. چون میشه هیدروژن
و گروه عاملی من میشه آلدهید. ببینید سمت راست اگه قرار بدم این اکسیژن رو، این اچ اینجا، این میشه چی؟ گروه عاملی آلدهید. پس کتون برای من نمیسازه. پس من اگر اول و آخر قرار بدم هیچ کتونی برای من تولید نمیشه. حالا من باید چیکار کنم؟ من باید بیام در واقع یه تکنیک دیگه بزنم. اینجوری ببینید رسمش به این صورت میشه. شما 5 تا کربن دارید. خب یه دونه کتون شما میشه زمانی که این کربن اکسیژن دوگانتون وسط باشه. یه دونه میشه زمانی که با یه کربن فاصله از اطراف داشته باشید. این یه ساختار، این 2 تا ساختار و شما همین ساختار بالا رو یه تغییر دیگه بدید. این کربن به جای که به این کربن متصل باشه بیاد به اینجا متصل بشه. اینم یه ساختار برای کتون. بنابراین اینجوری شما در نهایت حداکثر تعداد ساختارها رو رسم میکنید که میشه جواب شما گزینه شماره 3. یعنی 3 تا ساختار میتونید براش رسم کنید. خب بیایم سراغ این 2 تا سوال قشنگ از مبحث سینتیک. گفته در شرایط معین واکنش زیر در ظرفی درباز انجام میشود. اگر جرم مخلوط واکنش پس از 100 ثانیه از 75 گرم به 71.9 گرم برسه، یعنی کم بشه، سرعت متوسط مصرف واکنش دهنده بر حسب مول بر دقیقه خواسته. آقا نگاه کنید. قبل از هر چیزی معادله رو موازنه می‌کنید. معادله بسیار معروفی تجزیه سدیم هیدروژن کربنات تنها ضریب 2 ضریبی که بیشتر از 1 ضریب 2 که برای سدیم هیدروژن کربنات قرار میدید. حالا نگاه کنید بچه‌ها، چون این واکنش در ظرف درباز انجام میشه، فرض کنید ظرف شماه. درجه گازهایی که تولید میشن از فضای ظرف خارج میشن. چه گازهایی تولید میشه اینجا؟ کربن دی اکسید و آب. این 2 تا گازی که این ماده‌ای که به حالت گازی از ظرف خارج میشن. ببینید جرم مخلوط واکنش از 75 گرم رسیده به 71.9. اینا رو اگه از هم کم کنیم، 75 رو منهای 71.9 بکنیم، 3.1 گرم چی؟ گاز تولید شده که خارج میشه از فضای ظرف. 3.1 گرم چی؟ گاز. حالا ببینید بچه‌ها، فرض کنید این واکنش اصلا 2 مول سدیم هیدروژن کربنات توش مصرف میشه. من دوباره تناسب ببندم اینجا. نگاه کنید، اگر 2 مول سدیم هیدروژن کربنات توی این واکنش مصرف بشه، 1 مول CO2 تولید میشه 44 گرم، 1 مول هم H2O میشه 18 گرم، مجموعاً میشه 62 گرم. پس هر 2 مول سدیم هیدروژن کربنات مصرف بشه 62 گرم گاز تولید میشه. حالا اگر که اینجا 3.1 گرم شما گاز تولید کنید یا تولید بشه، چقدر سدیم هیدروژن کربنات مصرف شده؟ تناسب. دوباره تناسب میبندیم. دوباره این یه 10⁻1 از این میکشم بیرون. این 31 نصف 62 1 میشه. این میشه 2 مرتبه. در نتیجه 2 میشه 2x. x شما میشه چی؟ میشه 1/10. پس 1/10 مول بچه‌ها از این مصرف شده در 100 ثانیه. حالا سرعت واکنش به راحتی بر حسب مول بر دقیقه به دست میاد. آقا 100 ثانیه تقسیم بر 60 بکنیم میشه 100/60 دقیقه. 1/10 مول هم از این ترکیب مصرف شده. اینم میشه 1/10. 0.60 میره بالا، در این 1/10 ضرب میشه 1 میمونه. 6 هم که خودش میشه 60 در 1/10 میشه 6. مخرجم که 100. جواب شما میشه 600 و میشه گزینه شماره 4. خیلی سوال قشنگ و البته نه زیاد سنگینی، ولی سوال جالبی بود. سوال 13 و سوال قشنگ 114. دقت کنید، گفته نمودار زیر مربوط به تجزیه گاز گوگرد تری اکسید به گازهای گوگرد دی اکسید و اکسیژن است که در یک ظرف 3 لیتری انجام میشه. پس واکنش ما چیه؟ SO3 2 تا SO3 تبدیل میشه. موازنه اینا رو حفظ کنید بچه‌ها. 2 تا SO2 به علاوه O2. این واکنش ماه. حالا گفته با توجه به این نمودار در لحظه t مساوی 90 ثانیه، یعنی اینجا جرم گاز گوگرد تری اکسید چند برابر جرم گاز اکسیژن موجود در ظرف بوده، یعنی گرم SO3 چند برابر گرم O2 و سرعت متوسط تولید گاز گوگرد دی اکسید در 60 ثانیه دوم. گوگرد دی اکسید کدوم میشه؟ گوگرد دی اکسید میشه SO2 در 60 ثانیه دوم چند مول بر لیتر است. خب آقا نگاه کنید، اولا این نمودار مربوط به SO3 بچه‌ها. چرا؟ چون تنها واکنش دهنده این واکنشه و نزولیه. داره کم میشه دیگه، مشخصه مربوط به SO3، مولش کم شده. قسمت اول سوال رو حل کنیم. گفته در t مساوی 90 ثانیه. آقا t مساوی 90 ثانیه رو ببینید. تو 90 ثانیه t مساوی 90 ثانیه مقدار SO3 از 1 رسیده به چی؟ به 2/10. از 1 رسیده به 2/10. یعنی در t مساوی 90 ثانیه شما 2/10 مول SO3 دارید. پس من 2/10 مول SO3 دارم بچه‌ها، ضرب داره
هر مول SO3 جرمولی SO3 رو باید حفظ باشید. 80 بچه‌ها. پس این میشه 2 ضرب در به 80 میشه گرم SO3 تون. اما چقدر گرم O2 دارید؟ ببینید در تی مساوی 90 ثانیه SO3 شما از 1 رسیده به 0.2. خب وقتی از 1 میرسه به 0.2 نگاه کنید اینجا این اختلاف. یعنی چقدر مصرف شده؟ یعنی 0.8 مول مصرف شده. طبق واکنش چون ضریب SO3 2 برابر O2 وقتی از SO3 0.8 مول مصرف میشه 0.4 مول O2 چی شده؟ تولید شده. پس 0.4 مول O2 ما تو این لحظه در ظرف داریم و O2 هم که میدونید 32 دیگه جرم مولیش. حالا حل میکنید. این میشه 1 مرتبه، این 2 مرتبه، 2 به 2 1 مرتبه، این میشه 40 مرتبه، به 8 میشه 5، به 8 هم میشه 4، میشه 1/25. پس یا 1 درسته یا 3. حالا قسمت دوم سوال گفته سرعت متوسط تولید گاز گوگرد دیوکسید در 60 ثانیه دوم. آقا 60 ثانیه اول میشه از 0 تا 60. این 60 ثانیه اول یا شماره 1. 60 ثانیه دوم میشه از 60 تا 120. باید ببینیم در 60 تا 120 تغییرات گاز گوگرد دیوکسید به چه صورت بوده. در ثانیه 60 بچه‌ها چون نمودار SO2 رو نداریم باید تغییرات SO3 رو حساب کنیم، بعد از روی ضرایب استوکیومتریش به SO2 برسیم. ببینید SO3 در 60 ثانیه از 1 رسیده به 0.4 یعنی 6 از این مصرف شده و چون ضریبش با SO2 یکیه 6 مول هم چی تولید شده؟ SO2 تولید شده. پس من یه خط کسری اینجا میکشم بچه‌ها براتون. پایین که باید زمان رو بنویسیم در 60 ثانیه دوم بر حسب بر دقیقه خواسته دیگه 60 میشه 1 دقیقه. یه خط کسری بالا میکشم برای حجم ظرف چون گفته چند مول بر لیتره، حجم ظرف هم 3 بود. حالا مقدار ابتدایی چقدره؟ حساب کردیم دیگه 6 دهم. مقدار انتهایی در 120 در انتهای این 60 ثانیه دوم در 120 مقدار SO2 چقدره؟ دوباره از SO3 حساب میکنیم. 1 بوده رسیده به چند؟ به 1 دهم. یعنی 9 دهم مصرف شده. خب 9 دهم SO3 مصرف بشه چون ضریبش با SO2 برابره 9 دهم چی؟ SO2 تولید میشه. پس اینم میشه 9 دهم. و جواب این میشه سرعت مصرف گوگرد دیوکسید. 9 دهم منهای 6 دهم میشه 3 دهم. 3 دهم تقسیم بر 3 میشه 1 دهم. 1 دهم هم تقسیم بر 1 بچه‌ها میشه 1 دهم و جواب شما میشه گزینه شماره 3 و یکم که غلط شد. و اینم از این سوال قشنگ. خیلی عالی. چند تا سوال فوق العاده حل کردیم بچه‌ها. اینها رو دوباره خودتون سعی کنید حل کنید. یه نکته هم به شما بگم، هر موقع شیمی میخونید سوال پیچیده یا سوال با ایده جالب یا دشواری که میبینید برای خودتون یه جا یادداشت کنید، چون همین سوالات جدیده که میتونه در واقع هدایتگر طراح باشه برای طرح سوالات بیشتر. ممنون میشم ویدیوها رو برای بقیه دوستاتون بفرستید. ما زحمت میکشیم اینجا وقت میذاریم. از شما درخواستی که داریم اینه که این محتواها رو منتشر کنید تا کانال بیشتر دیده بشه. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. فعلا خدا نگهدار.